سلام دوستان عزیز. دومین برنامه ما در مورد 5 باور مهم برای داشتن زندگی بهتر است. 1. برای اینکه چگونه احساس کنی خودت تصمیم بگیر. به عبارت دیگر احساست در اراده خودت باید باشه. مهم نیست که شرایط خوب است، بد، مشکل است و یا آسان. 2. برای داشتن زندگی بهتر روی چیزهایی که دارید تمرکز کنید و شکرگزار باشید. کسایی که از زندگی خود لذت میبرن، از زندگی خود خوشحال هستند، روی چیزی که دارن تمرکز میکنن. آنها همه چیز ندارن، بلکه چیزی که دارن تمرکز میکنن و از آن شکرگزاری میکنن. 3. با اشخاص مختلف قسمی که هستین برخورد کنید. مثال برای اینکه یک کسی ما را دوست داشته باشه، قسمی که نیستیم نباید برخورد کنیم. در این مورد مولانا جلال الدین محمد بلخی میگوید یا قسمی که هستی باش یا قسمی که نشان میدی باش. 4. باور کنید که اشخاص مهربان همیشه برنده است. با دیگران طوری برخورد کنید که میخواهید با شما کسی دیگری آنطور برخورد کنه. 5. باور کنید که بسیار چیزایی دارید که برای دیگران هدیه بدهید. کمک کنید. مثال شاید وضعیت اقتصادی شما خوب باشه، برای اشخاصی که نادار هستند، محتاج هستند کمک کنید. شاید تحصیل کرده هستید، برای اشخاص مختلف یک فکر نظریه بدهید، راهنماییشان کنید. میتونیم یک شنوای خوبی باشیم. طوری که امروز شاهد هستیم از یکدیگر آنقدر دور و نسبت به دیگر آنقدر بی‌اعتماد شده ایم که برای اینکه از فشار روحی مشکلات نجات یابیم کسی را برای گوش کردن به ما پیدا کرده نمیتوانیم. میتوانیم یک شنوای خوبی باشیم. آن هم یک کمک بزرگ در حق دیگران است. تشکر از شما.